ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстон, аллоҳ баракатон диҳа. бо шумо ҳастам бобоҷон. Ман ҳеҷ гоҳ дар видеоҳои политика ва ҳамчунин видеоҳое ки оиди мақсад дин, таърих, ман ҳеҷ гоҳ ворид намешам мутаассифона, чун илме на аз ислом ба пурагӣ дорам, на аз таърихи динёӣ бахабар ҳастам, ки яъне бихезам пасту баланд сухан кунам. ба ҳам хотир ягон лағжише дар рафти сухан кардам, ба хотири худо бубахшед, чун ман яке аз мусалмонҳо алҳамдулиллоҳ баъдан як тоҷике ҳастам, ки барои тоҷикистони худам, барои уламоҳои дини худам, ки чӣ қадаре медонистем ҳамон қадар ҳифзи хидмат мекунам, чун як блогер, як шахсе ки аудитория ки мақсад ба қадри имкон дорам, аввалаш парвардигор шумо сабаб мешавед, чӣ қадар мо корҳои хайри камак беш мо чикор мекунем, тайёр мекунем, иҷро мекунем ва ба одамои ниёзманд мерасонем. аммо имрӯз чӣ хеле ки ҳамин мулло суҳбат кард, аз бигем ҳамон салавҳаи канали мо бохабар шуде. ба номи Абдурраҳмон, дурусттараш Абдулраҳман Фатеҳ суҳбат мекунем. яке аз ба ном олимҳои дин, ё ки аз олим аст, ё ки мулло аст, шаҳрванди Афғонистон аст, Ирон аст, яъне ки форсӣ забон аст. ба ҳар гуна гӯш мекунем ва сухан мекунем. илтимос то охира навора гӯш кунед, пайгирӣ кунед. баъдан метавонед фикр андешҳоятро бад менависед, нек менависед, шумо метавонед номаи аъмоли қиёматон. ба диққат гӯш мекунем. бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим. алҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳ ва ала алиҳи ва саҳбиҳи ва ман валаҳ. аммо баъд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. خب ماشاءالله. علیکم برادران و خواهران بزرگوار، امید که خوب و صحتمند باشید و در حفظ و پناه الله متعال قرار داشته باشید. ماشاءالله. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم از یکی دیگر از برنامه ها و در این برنامه به توفیق الله متعال به یک مسئله فقهی و رد بر یک دامولای تاجیکی به نام اکبرجان ظاهرا و قبلا هم اکبرجان ظاهرا. ببین اوج از همینجا این برادر چی بگیم چیکار میکند؟ مینوس گفتن، غیبت کردن سر میکنه. گوش کنید. احساس میکنم که در مورد این فرد پرداختم و صحبت کردم. یکی از عزیزان و بزرگواران و افرادی که قابل احترام است برای من ویدیو را ارسال کرد از این فرد که این درباره مسح بر جوراب صحبت میکنه و توهین میکنه و جسارت میکنه و کسانی که این کار میکنن برایشان میگه نمازتان را پس دوباره بخوانید زیرا که شستن پاها فرض است و از این حرفا. ببینید دوستان عزیز، چند مسئله قبل از اینکه وارد بشیم در این مبحث قابل توجه است. اولا این ملا یا داملا و امثالش زبانشان بسیار درازه بر علیه کسانی که حکومتش زبانش بر علیه آنها درازه. ببین داملا، ما همه یک گوش نمیکنیم، همون جاهای ضروش میمونم. شما چونه سخن میکنه، یعنی که زبانی این ملا به یک قول شما، یعنی که داملا اکبرجان دراز بده است و حکومتش. شما نمیدونم در گیجو هستی. من شما را همچو یک بگیم دیندار، همچو یک ملا، یعنی صدقه علمت شم، برای چون مسلمان هستی من هیچگاه دغل نمیگم، فقط با دقت گوش کن. اما هر نفری که یک عالمی تاجیکه، هر یک ملای تاجیکه، یکمش که خود تاجیک نیستی، یعنی اینجا ملت پرستی نمینیم چون ما همه مسلمانیم. خب اما وقتی که از تاجیکستان خبر نداری، از مینوس پیلوسی درنی روسیه خبر نداری، در یک جا مثل من یک یوتیوبر ماندهی، حتی چنین مثل من هم نیستی، چون شما در یک جا شیشتگی فقط گاو میزنید، ما الحمدلله این طرف و طرف میریم. شیشتگی فقط مینوسی دولتی تاجیکستان، فقط مینوسی ملاهای تاجیکستان، فقط مینوسی چی میگن عالمان دینی تاجیک. شما چیکار داره؟ شما چیکار داره بر عالمان دین؟ به خاطر خدا بگو والله بالله تالله که می کار کردم. اگر تو مسلمان باشی، اگر تو عالم دین باشی، اگر تو از دین خبر داشته باشی، یک رفیق یا یک دوستی که به خودت احترام داشته است چیکار کرد؟ به شما را روان کرد همین ویدیوی
حضرت همین داملو اکبرجان روان کرد. آیا شما کوفته و رقم همه یافتن مشکل است در شهر سنت پترزبورگ است یا که پس اکرام بگویی؟ من از اینجا نمیگم که آیا داملو درست گفته است یا نادرست گفتن. من اینجا خفگی از من از شما برای چی است که ایراد میگیره در یوتیوب پس میزنه و کامنتاری های شما را به چقدر بد گفتین نسبت همین حضرت. شما حتی نمیدونه که چقدر و یا گناه گرفتن چی میگن ثواباشون به حضرت ما را انشاءالله دادن و شما برای چی از قصه حضرت علی برای غیبت کردن و طبق خرما را داد با خبر هسته و شما خوشحال هسته که باید در کامنتر شما تگ ویدیو شما درسترش. متاسفانه من افغانی نمیدونم که به افغانی شما را بفهمونم. انشاءالله شما را باوری دارم میفهمید چون من به زبان تاجیکی گپ زده شدم. شما ایراد گرفته شده. شما پس اکران زنگ زد داملا جان الان اینجا طبق حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این از این طرف طبق فلان کتاب در نسکی محض کشیدن درست است نادرست است یا من نمیدونم. اما آیا این کارا کردن نمیتونی؟ برای چی من از سختگیری کردم بهترک میگم مدوز بی؟ اما وقتی بحث زرتشتیت میشه، بحث روافض میشه، با زبان اینها کوتاه حتی حرف نمیزنن. خصوصا همین داملو اکبرجان نسبت زردشتیه نسبت آدمان آفتابپرست دیگر چیزا گپ زدگی است. همون خدمتگارهایی که در داخل مقصد عبادتخانه های زردشتی چیکار میکنن، مقصد خدمت میکنن، اونها معلوم میکنن حیات شخصی را، حتی جبر. اونها میگن که تمام آیین ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، دیگر دین ها جبر و ظلمش زیاده. میگه در ما آزادی اونها چیه؟ میگه هیچ کس حق ندارد به حیات بیولوژی آدم چقه شود. امروزه زردشتی که دعوا دارن من میخواهم زندگی میکنم، من میخواهم شما در نماز جمعه بین نبوده من بدگیم گپ زدگی تا از کجا میدونی؟ سلام علیکم. اینجا چی است؟ سنت پترزبورگ مسجد جمعه خونه. الحمدلله ببینید همه پر این مسجد پر اوجا پر جا همش بهت مردم خلق بسیار. جمعه مبارک. خدا نماز همه قبول کنه. این از دعاگو باشه. در شما چی ویدیویی که با منفعت شما است همون ویدیو را میگیره و چیکار میکنی مقابل این حضرتی که ما حرمت عزتش داریم چیکار میکنی پست بلند میگی. من همه وقت گفتگی هستم و باز میگم ای مردمی مسلمان های تاجیکستان و تاجیک زبان هایی که در دیگر دولت هستی 3-4 عالم دیگر موندیم. حاجی میرزا و خیلی دیگر ایشان نوردین چی میگن داملو اکبرجان و خیلی بسیاری هستن الحمدلله ایشان نوردین جان ایشان سراجدین خیلی بسیاری هستن نمای کلمش داملو عبدالرحیم یا انگوش شما را این داملوهای هستن. من به علمشو کار ندارم صدقه علمشو شم اما ایها زرد خریدی هستن که از دولتی خود بیرون هستن فقط اهل دین میگن نه برای سوریه گام میزنن نه با مردمی فلسطین گام میزنن. اگر مرد هسته برای مردمی فلسطین چی کردی؟ چی با جهاد اعلان نکردی مردم دعوت کنی خودت پیش مثال بگم بابا جان عاقبت برای جنگ بریم چی با این کارو را نمیکنی؟ خوب دلشی گوش میکنی بچه‌ها بخشش شما کمتر میبینید حالا این و افرادش. حالا من نمیفهمم که این تا بالا حرف زده یا نزده، ولی اگر حرفم زده باشن اینها بسیار کم حرف میزنن، ولی وقتی که بر علیه سلفیت میشه زبانشان بسیار دراز و تند و تیز و چی بسا مواردی که نه خود سلفی هستی. من با اهل سلف کار ندارم برای من عقلم نمیگیره است. تو محافظت از سلفیت کرده شدی در حالتی که حضرت هیچ گپی سخت نگفتگی است. گفته که ای مردم حتی عقل خودت نمیگیره که در این راسته چی حالتو میگذره. اگر که همه نگه جورابت نبرور پوتا نشو مقصد پوتا بشو اگر جورابت برور یا خیلی شاید دیگه تای همون نسکی بوگینه کش یا سلوها ده سلوها بگرده پوشا نشوه. خوب بعضی از اینها شاید از این طریق خود به حکومت نزدیک بکنن، گرچه حکومت تاجیکستان این ملاها را پشیزی هم ارزش نمیده، این چاپلوس ها را پشیزی هم ارزش نمیده، ولی به هر حال خود شاید تلاش بکنن که نزدیک بسازن. به هر حال شما میگه که این ملاها چاپلوسی تاجیکستانن، اینها تاجیک هستند و خدمتی در تاجیکستان در شهر یعنی کرده شدن در تاجیک زبان ها در تاجیکایی که در دولت روسیه که چقدر کلان است چقدر مشکلی ها است به همه این نگاه نکرده جوان مرد بر این چی میگن همو تیاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم در منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبره در مابین همو خلق روس برآمد میکنه به زبان فارسی به زبان تاجیکی به زبان عربی برآمد میکنه این حضرت
مجيد. از عبدالله بن عمر پرسیدند ای صحابه رسول، ای قاضی صحابه، ما میخواهیم که در همین دنیا کارامون رواج یابد، کارامون رونق یابد، کارامون قرار یابد، چیکار کنیم؟ میگه حضرت گفتی هر کسی که یکم به خدا رفیق شود، دوم به دوستای خدا رفیق شود. نام خدا رفیقه. کسی در زندگیش خدا را به خودش رفیق گیرد و خدا هم به کارش خوش میکشاید. دوم کسی گفت اگر اولیای خدا خود رفیق شود، در حضور اونها شیند، پروردگار تمام مشکلات در این دنیا آسان میکند. امروز ما با خدا رفیق نیستیم. امروز ما با خدا کنیم. پیامبر در بین صحابه بلند میشه و میگه یک آیه میخوانم تا دنیا و آخرت را بپسای. سوره طلاق سر میکنه و من یتق الله، کسی اگر خدا را پروا کنه، خدا را حرمت کنه، یجعل له مخرجا، خدا تمام راه برای گشوده میکنه و یرزقه رزقش میمانده نشوی. شما نگوی من حلال کار میکنم، شما کاری من برای نمیگیرم. من همه چیزا با برنامه و تقدیر و یک خط و یک قلم خودش خلق کرده میام. این دنیا پس من نیاز زیاد داره. شما برای من توکل کنید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من را تکیه کنید، من برای شما دو دنیا را کفایت میکنم. برای همین خدا را رفیق گیریم، اولیای خدا و دوستای خدا بنشینیم، توکل بر خدا و قوت کنیم. این دیوارا، این زنجیرا، تمام ظلم و استبدادا خودش به عنایت الله و عنایت الهی بشارش در اختر میگیرد. شما میفهمید چی گفته شده؟ شما حتی در همون یوتیوب خودتون گپ زدن تو میترسید. من شما رو نمیشناسم، من کو کار ندارم، اما نرسه تا نرسم. من این یکم ویدیو همچون یک مسلمان خبردار میکنم که داملا جون صدقه سلات شم، صدقه ریش شم، چقه نشه. حکومتی تاجیکستان گام میزنی، تو چیکار داری با تاجیکستان؟ حکومتی چی میگن؟ اما کروگی ملوهای ما را گام میزنی، چیکار داری با ملوهای ما؟ آیا شما همین یوتیوب ویدیو ها را سکچن میکنه؟ شما کارتون فقط پس زدن تاجیک و ملوهای تاجیک، عالمای تاجیک، شما کاری دیگر نداره، فقط غیبت کرد. آیا در اسلام غیبت این حرام نیست؟ به خاطر خدا بگو، آیا تو اگر در کار میشی، در میبخشی اگر سختم رسه، اگر که در شما در کار میشی ناملی داملو اکبر جان شما یافته نمیتونستی؟ 1001 بزک داره، زنگ میزده میافته. میگفتی داملا جان پس اکران صحبت کنیم برای که چی؟ اهل علم. من به خاطر خدا میگم، من یک مسجد ساختم، من تعریف نمیکنم، من به خاطر خدا کردم. من چقدر ملاها را بنام ملاها را ستر کردم، گناهی به را در خودم گرفتم، دازرم دزدی مسجد بابا جان مسجد میگن. من ستر کردم چون الله میگه ستر که تا روز قیامت ستر کنم. آیا شما این سخن خدا را باور نداری؟ شما فقط پس میزنی، گوش میکنی، برای چی عصبی هستن بعدا میفهمی. یا حداقل از شرش در امان باشه به خاطر این چرندیات و خزعبلاتی که میگن. موضوع بعدی صحبت من به طرف علمای بزرگوار تاجیکستانه. من خواهش میکنم فرهنگ اختلاف را به این افراد یاد بدید. حالا اختلاف خودت کرده استودی، حتی مردم درک ندارن از این کار، خودت گرفته فتنه دوخته استودی، زنگ زده نمیتونستی. باز اومدیم به هم گپی اول که شما حنفی باشید یا حنفی نباشید، به هر مذهب و به هر دیدی که میخواهید باشید، ولی به این افراد فرهنگ اختلاف را یاد بدید. به جای تهمت زدن، به جای توهین کردن، به جای جسارت کردن، بهتر دلیل بگن. با کی توهین کرده؟ با کی تهمت زده؟ بچه‌ای که در پیش میشن شما از کجا میدونی؟ شاید در همونجا یکان سوال اومد، من از این کارم خبر ندارم، البته من شنیدم از این کارم خبر شنیدم. شاید یگان سوالش ده که فلان بچه پاش نشسته، شاید به سر همه داد زده، شاید به سر همه گیزلگی کرده که هی مسلمان پا تبشو، شستن پا فرضه. تو بیاید همجا در این استراکه با رنگی ما کار که پاهات بو بگیرن بعد میشوی یا نمیشوی. شاید برای بچه در مسجد پاهاش بوگینیک در اومده است، همه گفته پاهات بشو. خطور مسئله طلاق و نکاح این مومنتاش این حالت ها را بعضیش میدونه که همه چیزا ملوها گفته نمیتونن، اما نمیگه که بعضی اسلام هستن ایورا قوم ملت، یعنی چی میگن
امت گفتن در کار نیست، برای که خودگذری میکنن. شاید اون حالت خودت بیخبر آیا زنگ نزدی دوملا اکبر جان چی با همین حالت همین خیلی گفتی شاید وای شما را میفهمون این روز شما پس نمیزنید چی دشنامه کرده استودیان. یعنی با این طرز حرف زدنی که حالا شما گوش خواهید کرد شما متوجه خواهید و نشان میده که چقدر شما حقد و کینه دارید و درونتان آتش گرفته از حقد و کینه نسبت به مسلمانان دیگری که برخلاف شما فکر میکنن یا برخلاف شما عقیده داده بشن و منبر از اینها گرفته بشه و عمامه از سرشان کشیده بشه ندارن. حالا من برایتون ثابت میکنم که این که میگه جاهل و منافق چی کسانی هستن و به نظر من اگر دولت اسلامی باشه چون این دیگه بی ادبترین یعنی غلاتشون بی انسانه که چقدر جاهله و چقدر جاهلانه حرف میزنه. 4 تا منافق عرب را گوش کردید یعنی دیگه نظر از 4 تا منافق عرب زبان این عرب ها را در نظر ندارد. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم این خودش عرب بود. ما جان مفیدای عرب جان مفیدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم این برای بنام مثل شما که سلا و کلا مثل همایا میکنی یک تا گشت با یک تا مدنی پدنی هسته مثل آنهایی که وجود ندارن دین فروش هستن میلت فروش هستن. آیا بازیچه دستی کی هستن شما من نمیدونم. انا همه را گفته گرد هدفش علما است. مردمان در برابر ائمه و علما هستند و به نظر من اگر دولت اسلامی باشه چون این افراد باید توبه داده بشن باید چون این افراد توبه داده بشن و منبر از اینها گرفته بشه و منبر از کیها گرفته شود در دست شما داده شود بازیچه های دست امریکا به کدام خاطر میگم همین نوع ای سیریا بو خبر نیستی در سیریا چی گپ گذشت خطون از برای خدا ندیده زده آمدن بشار اسد نابود کردن به یک قوله اما خود بازیچه دست اسرائیل و امریکا شدن. آیا زده هم به همو لشکری کشیده که شو رفته و اسرائیل نابود کردن نمیتونستن چون بازیچه دست اسرائیل بدن. این همچنین شما هم زن خریدای همون طرف هستی شما هم خواهین هستی شما وطن فروش هستی شما ملت فروش هستی شما دین فروش هستی که در سیریا لاف زده اعوذ بالله الله اکبر ماشاءالله که چند کس خلاص کردن اما وقتی که رو به حالت فلسطین شید خاموش شید گلستوک زدن پرزیدنت شد رفت در بری ترامپ یانباش. این از شما مامه از سرشان کشیده بشه لباس اهل علم باید از بدن اینها بیرون کرده بشه در بدن شما پوشیده شوه که از نظر یک 4 شاهد نداشته باشی میگه یک کس تهمت نکن خیلی از دیدگاه دین 4 شاهد نداشته باشی شما یک شاهد هم نداره گرفته یک آدم تهمت کرده شده شما حالت کار به خبر هستی. آیا زنگ نزدی دوملا اکبر جان با کدام خاطر این کار کردی با کدام خاطر این سخن گفتی شاید در حالت منبر شدگی یا در مسجد شدگی شاید نماز عصر بود شام بود شاید یک بچه از کار میاد بیچاره شاید تنش غش بود شاید پوش با حالتی میگن در گفتم دیوار گوشتار تو سختگیری میکنه بعضی حالت ها دوملاها که تا دیگرها ادب خورن. شما ای با خبر هستی این گستاخی ها و جسارت هایی که اینها به اهل سنت و جماعت و به ائمه اهل سنت میکنن. حالا شما ببینید که این حرفایش منجر به توهین به چه افرادی از صحابه و از بقیه ائمه و علما هیچی دروغ نگو. این نه بس صحابه دوملا اکبر جان خودش در حج بود اینا جوان مردا بودن وفا صدق وجود خدا برای رسول اکرم سودان در آن روز در اینجا خوبن بعد چندین سال میشوه بینه بعد 1300 سال عثمانی ها میبیان اینجا مسجد میکنن بعد 1400 سال ما میبیاییم نگاه میکنیم اون ابر مردا ایخشان یک چی مونده اما ما هم دعا میکنیم که خدا ما هم ناموس تیا که در اسلام یگون چی ما هم مونیم این سرزمین ها انا میخیلی من این جبل روما انا میخیلی این صحنه جنگ ما ایستادیم ما دعا میکنیم پروردگار رو مثل انمو شخصیت ها ما رو ایمان ته ما رو توفیق ته حج ما رو قبول که با توفیل حمزه سید الشهدا اسدالله اولین انسانی که شعر خدا را عنوان گرفته این حمزه
از عاقب بگم از پس همون مفتیات و دامله‌های بزرگ شیخ‌های بزرگی که در مکه هستند خودش نماز خواند در همون جا وجود داشت چی مردم میبری فتنه میدازی پروت فیملوهای توجیک تو خودت کی هستی سالت بستگی میشه بشنوید با هم یعنی جورابی که آب از آن میگذره یا رقیقه درسته که در فقه حنفی این قابل اعتماد نیست که حالا توضیح خواهیم داد اما در نزد علمای دیگری حتی در نزد برخی از صحابه این مسئله وجود داشته و آن را جایز میدانستند حداقل یعنی جورابی که آب از آن میگذره یا رقیقه درسته که در فقه حنفی خودت به زبان خودت گفته ساده که جورابی که آب میگذره شما در کوچه های روسیه نبودی در مسکو نبودی یعنی که نمیدونه که حالت هایی که بعضی ما کار میریم از کار میریم یک پای افضال ما مقصد چی میگن دریده میشوه شکاف میشوه آب میدروه لای میدروه یعنی که بی نماز میشوه نسکی ما با کدام حجت شاید یک سگ پیشاب کرده یک غجدی شده است یک خر یک اخ نمیدونم یک غجدی است که اون نسکیه باید پشت رشته شوه ای دوملو این قابل اعتماد نیست که حالا توضیح خواهیم داد یک مسئله اجتهادی باید فرار باشه در کشورهای مختلف سرگردان باشه دلیلش کسی دیگری نیست جز تو مزدور و امثال شماها از الله بترس اینها سبب شدن که اونها تروریست بشن حکومت تروریستی است حکومت ما حکومت تروریستی نیست حضرت الحمدلله حاضر اولش پروردگار در دنیا جای سوم میگیره تاجیکستان آرامترین دولت آرامترین ملت آرامترین جایی که در روی زمین است این دولت تاجیکستان است دولت تاجیکستان دولت تروریستی نیست والله قسم از برای خدا میگم ای بچه‌ها ای برادرها میدونم اینجا بسیار هر گونه شخصا هستن دین فروش نشوی بازیچه این ملاها نشوی یعنی این ملاهای چی گفته سودم بنام ملاها درسترش دولت ما آرامترین است ببین ای حضرت من دیده شده انشالله این ویدیو را سگ بچه ها میرسونن ببین که حاضر وطن ما چونان آباد شده است که الحمدلله از سری و پری را حتی همسایه ما به خانه خدا روی کرده سودیان مردم میفهمی؟ تو بیا یه برده دوشنبه ما گولیت کن آرام یعنی که سیر گشت که تماشا که سیاحیت که بعد میفهمی وطن ما چقدر گل شکفان شده حکومت رحمانوف حکومت ضد اسلامی است آخه تو چکار داری به رحمانوف تو چکار داری به حکومت ما برای حکومت خطه بگی برای در دولت خودت بشی شیخ انصاری خدا رحمت مغفرت چکنه به هم قبل بزرگی به هم قبل سختیش چکار کرد شهید چی در دولت خودش در گیجا میگرده شما خجالت بکشید میدانشان زیاد شده بعد خب مشخصه یعنی مردم میان حرفای تو رو گوش میکنن تو این مزدور و چاپلوس را اینا زیاد شده اینا دلش کل درونش سخته آتش گرفته که اینها زیاد میشن شک نداشته باش که وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا تو و امثال تو از بین خواهیم رفت فکرتان در زیر خاک خواهد شد آخه این حضرت گجا از بین بروه این حضرت در منبر رسول خدا در دولتی بگیم دینش بیگانه است یعنی که خریستیانو در منبر هر جمعه چنان برآمد میکنه از آن بر زبانی مسلمانی عربی بلند گفته میشود خطبه گفته میشود نماز با زبانی بلند خوانده میشود این هزل شوخی نیست در یک دولتی بیگانه یگانه جایی است که خصوصا دامولا اکبرجان بر زبانی فارسی سخن میکنه دامولای دور از دین مردم روزی به چهره شما توف خواهند افکند اینم از همون خوینایی هستن از همون خوینان من گروه ها نمیگم گروه خیلی یعنی خوین شخصی که توف بر ملت دولت خودش کردگی است
این افغان، من برادر افغان خفا از من نرنجی، مقصد من همین در نظر دارم. این بر ملت دولتی خودش کار نداره، ملت تاجیک خبیده است. تو چیکار داری با تاجیک؟ چیکار داری؟ من اولی در این ویدیو سختگویی نمیکنم. والله قسم اگر یک بار دیگه میبینیم نسبت یک داملوی ما سختگویی میکنی، من حتی در خودت اینا با شاهدی خدا و خودت پدپیست میکنم و شما را من انشالله گوش میکنم. انا که دفعه دیگه بعد گپای سخت از من میشنوی. خب بشرمید، حداقل سکوت کنید. شما بشرمید. حرف حق را گفته نمیتوانید، حداقل سکوت کنید. حقگویی داملا اکبر جان خودت نه اومده ندیده، متاسفانه از نزدیک. تو خب ماشاءالله خیلی آخی راست گفته، بچه‌هایی که سوریه رفتن پاره پاره شدن مردن، برای کی مردن؟ برای امریکا. امروز بازیچه دستی امریکا شدن. آیا راست نگفته است که همین رفتن سوریه چیکار کردن؟ سوریه رفتن چیکار کردن؟ بازیچه دستی امریکا نشدن، همون لشکرهایی که بنام اسلامی بدن. من بچه‌هایی که در سوریه هم کارشو ندارم، من همایش که شهید شدن و مردن، مقصد عقیده هاشون دزد دیدن، بردن پاسپورتاشون دراندن، 5-6 کودک 10 کودک 20 کودک ماندگی گیجا شدن. امروز همون حکومتی که بنام اسلامی ساختنی بود، امروز بازیچه دستی امریکا نشده، گلاسوک زدگی نیست. از برای خدا گپ زن. این داملا همون مومنت گفته است، همون حالت گفته است که بازیچه چی میگن همون گروه ها نشوید. خدمت کردی. رحمانوف خوب اوج خدمت به اسلام کرده. خجالت بکش. اینا سبب شدن که خلافت اسلامی، خلافت عثمانی شکست خورد. خب رحمانوف رو بگو دوباره خلافت اسلامی را بیانداز، ببین با تو چه کار میکنه. مزخرف نگو. خب شما رحمانوف میگه پرزیدنت تاجیکستان چقدر میشه؟ در تاجیکستان حاضر یک کمیته دین، یعنی که یک دانشگاه اسلامی ساخته شد، مسجدی کلانترین در چی میگن سردنی آسیا بررسی میگنش، یعنی در طرفی تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و کرگیزستان ساخته شد. آیا تو برای نماز تا بخون یکون کس ترگاه میزنه؟ چی میخواهی شما چی میخواهی؟ دولت افغانستان برادرها خفه نشه، همزبانایی که میشنوی. آیا افغانستان مسلمانی نیست؟ پاکستان مسلمانی نیست؟ بین دو برادر مسلمان زده ایستادین، جنگ رفته ایستاده، همین خیلی اسلامی میخواهی؟ آیا از برای خدا شخصی من ندیده ایستادی؟ مهم نیست، از دکمیجا تماشا منی. آیا در تاجیکستان برای نماز ای نماز را ایگوشن میبرن مسجد؟ نماز تا بخون، بیزنس تا که، یعنی که تجارت تا بکن. ترا ای تجارتت کی سر کده؟ عملات چرندیات رو چی ربطی داره اینها؟ اینا سبب شدن که امروز در عربستان سعودی که اهل سلام هم عرب موشیر اجازه داده، هم پیمر موشیر اجازه داده، مردم در کعبه خب حالا اونها سبب شدن، تو فرض بکن اولا خود دروغ میگی. سال با پروردگار قسم من خودم دو ماه بعد 3 ماه بعد چی میرم؟ حج میرم، مکه میرم. من گناهگار در جده دیسکوتک ساز نکردیم. در مکه و در طرف عربی دولت‌های عربی آیا عرقخوری نشده است؟ آیا سرهای دخترها لیچ نشدیان؟ آیا توریست ها کونی لیچ بگیم، مقصد اگر اوریان بگیم در گردی خانه پیغمبر صلی الله علیه و مسجد پیغمبر اوریان توریست ها فر نگشته ایستادیان؟ چی جوش درو گفته ایستاده؟ یک بار چشم تا کش و ببین. رحمانوف سبب شده که در تاجیکستان چه اتفاقاتی بیفته. چرا از پیش خود فراموش میکنی و میپری به اون سمت؟ این با یگان جو نپریده، جوانا را نصیحت کرده ساده به هر گروه ها کوش نشه، داخل نشه. شما با دولت تاجیکستان چیکار داری؟ چی دعوت داری؟ از تاجیکا چی میخواهی؟ از دولت همی چی میگن آرامی ما چی میخواه؟ از جوانی ما چی میخواه؟ ای حالا فرض بکن که اونا سبب شدن. چاپلوس خودت هستی، چاپلوس تو هستی که بازیچه دستی امریکا شدگی. اینا اردوسایی سرلو که پیروش آورده در اونجا شروع میکنن. اولین کسی که اونها رو رد میکنه همین کسایی هستن که تو به اونها وهابی و سلفی میگی. بشرم اینا پیرای امینا، پیرای امینا هستن. خواسته باشیم صحبت بکنیم طبعا جایزه. شروطهایی را میگذارن که من انشاءالله اشاره خواهم کرد و این در مذهب شافعیه همچنان که امام نووی در کتاب المجموع نقل میکنه
درسته و توضیح خواهیم داد انشاءالله. ولی اگر کفش چرمی نباشه و جوراب سخت باف باشه، حتی در نزد امام ابو یوسف و امام محمد هم جایزه رحمهم الله. اما اگر رقیق باشه یا باریک باشه، به نحوی که حالا پوست بدن را نشان بده یا ای که آب را بکشه، باز در همچون صورتی علمای احناف آن را جایز نمیدانند. اما می نباشه، حتی امام ابو حنیفه رحمه الله، گرچه یعنی گفته شده که امام ابو حنیفه مخالفه، اما در کتب فقهی احناف آمده که حتی امام ابو حنیفه هم به قول صاحبین، یعنی به قول ابو یوسف و محمد ابن حسن رحمهم الله، ایشان رجوع کرده و قولش در آخر عمرش همین قول بوده. و حتی در کتب فتوای احناف میبینید که بسیار این کلمه را استفاده میکنن که و علیه الفتوا، میگن امام ابو حنیفه هم رجوع کرده، صاحبین به همین دیدگاه هستن و علیه الفتوا. و حالا توضیح میدم انشاءالله. و بعضی از سلف هم به همین دیدگاه هستند که مسح برای ابن عازب، انس ابن مالک، مسح بر خفین جایز گفتن. تابعین سعید ابن مسیب، از جمله علما سفیان است ایشان که امام ابن عمر و علی این که رقیق باشه، چیه ان یکون ثخینین، میگن لان مواظبت در همچون صورت. خلاصه که در مسئله او طرف همون از دیدگاه دین در روی جوراب یا نسکی محض کشیدن جایز هست، ناجایز است، همین حالتاش گفته شده. باز من از اول این ویدیو نوار گفته بودم، حاضر میگم من علم ندارم که در این حالت بدرون بحث کنم. یعنی که پریتنزی من، قهر من، غضب من در حالتی است که ببینه هم بچه‌ای که در روسیه زندگی میکنه و در تاجیکستان کدمی محسی میپوشیم، غاز پوست داره، هی محس میکشه یگون کس کنم برای وقت چه محسیش میگیم، نه برای پوست است. مسئله جوراب، حالتی که داملا اکبر جان گپ زدگی است، حالتی است که شاید یگون جوان، شاید یگون بچه‌ای که پوش تر اومده، یگون کس شکایت کرده که بچه‌ها پوشون نمیشون، پوشون بشون، جورابشون مقصد علیش کنن، شاید همون حالت باشه. حضرت گپ زدگی همون حالت‌های همه قایچی کردن، حالت‌های همه بریده در این بنام داملایی که نامعلم در کدام دولت است، نامعلم. یک بدبخت دیگهش و یا بدبخت گفتن جایز است به کدام خاطر که الله لعنتش کنه، اول هدایتش کنه پروردگار، اگر چی میگن سزاوار باشه نباشه الله لعنتش کنه که وجود ندارد. یک تا داملا بنام داملا مدنی است، پدنی است، من نمیدونم، روش وجود نداره. اما کورش فقط غیبت حکومت تاجیکستان، غیبت پرزیدنت ما که الحمدلله چقدر آبادی ها کرده است، غیبت داملاها تمام شخص چیکار میکنه کریس میمونه، تمام شخص کریس میمونه. یگان ملای را ندیدم که یگان شخص را که کریس نمیمونه، همه را کریس میمونه. نو روز قیامت کریس ان شاء الله. امروز که ما نزدیک، چون الله میگه که من از رگ شما نزدیکتر هستم، در قیامت ان شاء الله ما با شما وا میخریم. وای برای من هم ویدیو کرده بود، برای چند بلوگری دیگه، مقصد که مرکب چی چاپلس قول بالا افتاده بود. برادر عزیز، من یک چیز تو میگم، این چون این داملاها ببینید از دیدگاه اسلام هر یک نفری که با یک کار گناهگار میکنی، من متاسفانه پر به عربی گفتن نمیتونم، باید 4 تا شاهد داشته باشی. باید این 4 شاهد میداشت که همین حالت، همین داملا همین خیلی کار کرده است، در حالتی که بفهم است، بیسواد است. در حالت این میگه که این سواد نداره، داملا اکبر جان بیسواد گفته است. زنگ میزد داملا اکبر جان، نامریابی هازی مشکل نیست، در کدام گوشه دنیای نامری افتن. همین حالتو چه خیلی از برادر من بفهمون. اگر حالتی که داملا اکبر جان قطعش بحث علمی میشید، اگر که راضی نمیشید یا که یا گفتی ارسو پسلد یا که گوش نمیکرد، میگفت سلفی وهابی چیکار، من کار ندارم به یگانتش، هم خیلی گوش نمیکرد، این میبرومد ویدیو میکرد، در این حالت حضرت چی میگن کارش درست بود. ما این بلاگرها یک کس شکایت میکنه، یک کس ماشینی که دروغگو است، یک کس از نظر اون شخص میگذاریم، ما ویا مهلت میتیم. حتی همین قانون دنیا و قانون قیامت هم همین از روز قیامت از گناهات پرسیده میشه. اول وقتی دروغ میگوی این خیل پروردگار وقتی دهن مهر میزنه، همه عضو بدن با چی میگن با سخن میدروه، از گناهات بگه پرسیده میشیم. در این سری سود هم میبرن، نمیگرن گو سودت کنن 25 سال 30 سال، پرسیده میشه است. میبرن اداره حکومت پرسیده میشه.
یا بلوگر یا کس زنگ میزنم میگن نه بچه جان ایجاش ایخیل نه ایخیل ده طرف ده جانب است گوش کردن در کور شاهد آوردن در کور نه کی در روی هم کریس بزنی بروی سرش کنی برای پرسموتر ای حضرت ای دوملو یک شخصی که محترم نامحترم استی روز قیامت به این کاراتو جواب میده نسبت اهل علم نسبت اهل دین خصوصا نسبت ملاها و عالمای تاجیکا چقدر نشه من همه وقت گفتم باز میگم هر نفری که یک عالمی تاجیک گام میزنه من یک صدا هستم به قدر امکان یک صدای خدمت مقابل شما بنام داملاها بنام شخصایی که وطن فروش هستی برون از وطن اختون هستی من گام میزنم بگذار همین صدای من به شما یکم برسه الحمدلله میگم چون من 3 4 5 10 تا عالم دارم از اینو محافظت میکنم من نکنم یک از دیگه نکنم چون شما بنام حضرت ها این در این ویدیو سختگویی نمیکنم شما سختگویی میکنید الله هدایت کنه همه ما را باز میگم شخصایی که نسبت عالمان دین گاو میزنه حتی بعضی بدبختای کامنتر نویس هم میبینی هم تاجیکای خودمون نوشته سودیان شو نمرای حضرت ها یا روز دو زور یا هفته بزن میوش مشکل نیست از نظرشون بگذره اگر جوان ها بعضی بنام ملاهای خود بدبختورم حضرت ها را میمونن دبراش گاو میزنن از نظرشو بگذره اگر مرد هستی جگر دارین خیل والله قسم بالله تالله در نواره های دیگر اگر دیدم من اگرشت دوست نمیدارم یعنی ترس دادن من گپای بد میزنم تو چنان گپای میزنم که تمام جان تو بسوزه خوب مرد هستی رقمشون بیاوی اگر که نمیخواهی من بگوی من میام رقمشو صحبت کنی من مبین رو نیستم اما اهل علم پس میزنم باز میگم بازیچه یگان گروه ها نشوی حکومت تاجیکستان حکومت آرام است ملاها و عالمای ما الحمدلله به قدر امکان هستن قدر این چی میگن دوردانه ها را بدونه اینهای در اینترنت ششته فقط همین خیلی گاو میزنن من باز میگم به علمشو کار ندارم من متاسفانه علم اسلامی و دنیایی ندارم من صغیره کوچم هم کوچگی بعد وقت تو گاو میزنم الله همه ما را هدایت کنه حضرت های جون سرکرگی از ایشانی نوردین دوملا سیراجدین مولوی بختری دوملا عبدالرحیم دوملا اکبرجان خیلی بسیار حضرت های هستن متاسفانه بعضیشون نماشون نمیدونم ما انشاءالله برای شما جانمون فدا میکنیم من شخصی هستم مسلمانم تاجیکم گرچند شهروند تاجیکستان باشم اما برای تاجیک برای ملتم جان میدیم خوب پروردگار همه ما را ایمان کامل بتیه دولت ما را تنج آباد نگه بداره پروردگار جناب عالی ما را محترم امام علی شریف رحمانه زنده و سالم داره که چونین وطن آبادی جنگ مقصد آباد مساخته هم دولت جنگ زده را گل شکفان کرده ای مردم فارسی زبانی که من شنیده بیایی یه بار وطن ما را ببینی الله هدایت میکنه السلام علیکم و رحمت الله ولا سلسلة ولا خشوعا بدليل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين ومنهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي المرتضى رضي الله تعالى عليهم أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالذكر الحكيم إنه هو التواب
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. از عبدالله بن عمر پرسیدند ای صحابه رسول، ای قاضی صحابه، ما میخواهیم که در همین دنیا کارامون رواج یابد، کارامون رونق یابد، کارامون قرار یابد، چیکار کنیم؟ میگه حضرت گفتی هر کسی که یکم به خدا رفیق شود دنیا به دوستای خدا رفیق شود. نام خدا رفیق است. کسی در زندگیش خدا را به خودش رفیق گیرد و خدا هم به کارش مشرک شود. دوم کسی اگر اولیای خدا خود رفیق شود در حضور اونها شیرد پروردگار تمام مشکلات در این دنیا آسان میکند. امروز ما با خدا رفیق نیستیم. امروز ما با خدا کنیم. پیامبر در بین صحابه بلند میشد و میگه یک آیت میخوانم کنه دنیا و آخرت متقصد سوره طلاق سر میکند و من یتق الله، کسی اگر خدا را پروا کند، خدا را حرمت کند، یجعل له مخرجا، خدا تمام رها برای گشوده میکند و یرزقه رزقش نشوی. شما نگوی من حلال کار میکنم، چون کاری من برابر میگیرم، من همه چیزا و برابر و تقدیر و یک خط و یک خورا به خودش خلق کرده میرم. این دنیا پس من هم نیاز زیاد دارم. شما برای من توکل کنید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من تفکر کنید، من برای شما دو دنیا نکوید میکنم. برای همین خدا را رفیق کنید، اولیای خدا و رسولای خدا بنشینید، توکل بر خدا و قوت کنید. این دیوارا، این زنجیرها، تمام ظلم و استبدادها خودش به اینای دیدی الله و اینای پیلای بشارش در احقام میگیرد. رفیق خدا بودن نشان کنید، بیایم بکنید خدا الله این از اولیای خدا را. اگر سحریان بیامدید قدر آن مسجد آمده و من میگویم مست اسلام داشتم بچم یعنی آشانه را امروز شابش اطلاع آورده باشم قدر رو بگه و برای خروج و برای حرام خریده در این کاغذ میمونه من فیلم میکرده که بچم دریست مشروع آوردیم یک سالگی نفهمیدم که اتاق خودش میآورده و من مثل حاضر میکرده و قریده بود شوی کار میکرده و بچم اما ریسک ایموش دیگه هم با یک سالگی مشروع را کس میداشتی اما ترکی رو برید اینجا